اعتراف بکنم که قبلا وقتی وارد جاهای شلوغ عمومی مثل مترو، اتوبوس و حتی خیابون میشدم، از نگاه ها و خیره شدن مردم و اشاره کردناشون و حتی مورد تمسخر قرار دادنشون ناراحت میشدم و ساعتها ذهنم درگیر میشد و حتی گریه میکردم که چرا من باید بابت این تفاوت مورد تمسخر قرار بگیرم. حتی خیلی از وقتا شب تا صبح گریه میکردم. اما چی شد که من به چنین خود باوری رسیدم که هیچ چیزی از دیگران کم ندارم و اتفاقا خیلی چیزا بیشتر دارم. میتونم با جرئت بگم یکی از دلایلی که من به چنین خود باوری رسیدم مادرم بود و حرفهای مادرم و اعتماد به نفسی که مادرم بهم داد و اینکه پیش خودم واقعا فکر کردم که مردم رو نمیتونم تغییر بدم و بهتره که خودم از درون تغییر بدم و خودم از درون قضیه کردم و الان به چنین باور رسیدم که هیچ چیزی از دیگران کم نداره و خیلی چیزای بیشتر داره و الان وقتی که یه نفر متعجب یا به تمسخر من نگاه میکنه، من اینقدر نگاه میکنم که خودش متوجه نگاهش بشه بدون اینکه حتی خاطرم نگران بشه. چقدر خوبه که خودمون رو به چنین خود باوری برسونیم.